آقا امروز اومدیم با هم بازی کنیم. سلام علیکم. سلام. تا قبل اینکه بازی ها رو شروع بکنیم آقا بکن. تا قبل اینکه بازی ها رو شروع بکنیم 2 تا تیکه با هم فیلم رو ببینیم بعد بیایم با هم اینجا. چی گفتن اصلا خوب بود؟ ببین. آره خوب بود. آره. پس بریم سریع برگردیم. یادش بخیر بس آقا بازی کردن کثیف شد. بهترین کتاب رو 6 صفحه که رو کن درست عاشق این کتاب Me Before You. If you like me, that's not it. If you would be Me Before You know, you know. خیلی چند تا قسمت داره؟ خیلی خسته. آقا ما برگشتیم. ضبط کرده داره یه چیزی میخوره. بازی که امروز میخوایم با هم بکنیم یکی از بازی ها اینه. لیوانا رو میچینیم با هم دیگه. از اینجا میاریم. حالا 10 تا لیوان. این 10 تا لیوان رو هر کسی با بادکنک باد میکنه میذاره تو هم. الان من هر کجا کی بشینم؟ هر کی چی؟ من کجا تو بشینم؟ این ورتر میتونی بچین. جلوتر یعنی. آره یا عقب‌تر یا جلوتر. حالا هر کی که زودتر تموم کرد اون میشه برنده. 3 تا بازی داریم ما. اون 3 تا بازی چیه؟ بازی‌های سخت. اولین بازی اینه. دومین بازی چیه؟ اینو میذارم وسط که تو دوربین مشخص شه. میذاریم این لب. این بازی خیلی معروفیه. جفت البته هر ستاش بکنم معروف باشه. ولی خب بریم واسه این یکی ببینیم که این چجوری از بازی در میاد. از آب در میاد. بادکنک که من کو؟ بادکنک خب صدای گفتم من شروع کنم. صدای بگو شروع کن. 10 ثانیه هم آواز تو. کجا شروع کنیم؟ اصلا تو سره. بزن. این بس در باشه. بریم. 3 2 در بیاد. وایسا صبر کن. درست. در بیاد. خب باشه باشه. خالیه بابا. 3 2 1 1
چه تیغ میزنی؟ خب اینو تو همش رو من میبرم سریع. ساده من- چیه؟ تمام دنیا آتیش. من دوتاش افتاده خب اون وسط. من آوردم نزدیکم بعد تو دورم بود فاصله نسبتش من نزدیکتر تو نزدیکتر بودی آره. خب اشکال نداره. آقا میریم راند 2 بازی دوم چی بود؟ اینو بیشتر برگردونیم. رد می‌کنیم تو بازی. بریم بازی سوم آپشن دارم یا چه آپشنی؟ مثلا آپشن چی؟ مثلا این بودی آپشن. خب بذار دیگه من فرق می‌کنه. من اشتباه گذاشتم تو درست گذاشتی مثلا من چرا اشتباه گذاشتی؟ این بهتر بشینم دینگ 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 بیا نه مثلا اینجا برگرد. خب این من که آوردم تو بردید این لب نیست. چی گفتم تو؟ لبه بچین بریم بزن 3 2 1 یعنی چی؟ تو شما وسط چون کردی؟ من نمیشه چرا کردم؟ استرکسی داره جایدش نکنی میدونی به من نمیگی جایزه شو بکنم مجازات جامعه رو میگیرم وای چرا در میگرده؟ برند در بایسته باشه اصلا گروه نگاه نمی کنم اصلا بازی دور نمیگرم اینجا برگشت بابا بیخیال من میشه ای وای چقدر جلوی تو بابا چرا برگردی؟ سیاه حرف میزنی یا بابا بیخیال دستم خورد به چی؟ خب بیا دوباره میزن آخه زدم بعد دوباره برگشت شریف میکنی نمیشه میگم به سختی باشه چرا باید سخت باشه بابا بیخیال یعنی چی؟ تو صحبت میبزنی که با این بازی عذاب هم یس اوه یس وای او مای گاد وای تو تا 4 این نقطه کنارت کرده چه تو اینستاگرام چی می‌کنی؟ بابا بیخیال یعنی چی؟ آماده یا نه؟ استرس نده آماده یا نه؟ آخری چه بودم؟ وای مجازات سنگینی داره متاسفانه افتاد دیگه وای و تمام وای وای یا فوت کن دوباره همه رو بذاری تو حالا کسی که بیشتر گذاشته به ضررشه جالب بود چرا قرار نیست تو بدونی من ندونم ها قرار نبود این باشه ولی اشکال نداره اینو بازی میکنیم سومین بازی یه بازی دیگه است این جز دومین بازی هست خب بریم چیکار باید بکنیم؟ همین دیگه بزنیم تو هم دیگه هر کی سریع‌تر ما نمی‌خوریم بریم خیلی دوست دارم مجازات رو بدیم کسی که ببازه
میریم همون انقلاب همون جایی که همیشه مقابل میکنیم. آه شکل من موسیقی یک بگو شروع کنیم. خب موسیقی من سوار کنم حواسم جمع. 3 بگو تو یکو بگو. خیلی شروع دوباره خیلی شد. اون دونه نه 3 2 بیا بالا. من بالا ها بالا دیگه 3 2 خودت زودتر میگم. خب باشه 3 اوکی 3 2 1 برو. وای بیا اینا آواز بده. ما اهل آوانس نیستیم بابا تو هنوز 3 تا مونده. چی 3 تموم تا شده. مونده؟ نه آقا گفتم اونی که هرچی تعدادی که برگردوندی 3 تا من برگردوندی. اوکی اینم از دومین بازی. سومین بازی سومین بازی اون چی فکر می‌کنی؟ باشه تو مادر بازی چه بازی دوست داری انجام کنی؟ چه بازی؟ گل یا پوچ می‌تونی بگی کن. من تو گل پوش بازی کردم اون مسخره است. بیا گل حالا پوش بیا. امتحان می‌کنی. بیا آقا این گل بزن. ها؟ یکیش دو 11 تا واقعی 11 تا 11 تا واقعی یکیش دو من نکردم دو تا اصلا ندیده باشی تایم هم گذشته بزن دو تا رد نکرد بزن اینجا 3 یا من آمار بردم از دستم در می‌ریزی کم کم یعنی چی که تو داری میبری؟ شانس خب من اصلا نگاه نمی‌کنم چند 3 هیچ 3 هیچ آره 4 تا فکر کنم برو ان شاء الله 4 نه 3 3 برو قبولت دارم برو بیا تموم شد بگو تموم شد بده 3 برو موزی پشت رو پایین بود گل ای اونجا بود 3 2 3 2 چیزی که خیلی دوستش داری تو آره من شعبده بازی میکنم بیا من که پول می‌کنم زیر جمع کنی اینم رفت اه 4 2 4 2 1 یا 2 4 1 بکن گل دیدم دیده باشی رد نمیشه گیر کرده رد نمیشه اینجا رد شد وای ای چیکار میکنی بابا آقا گل گرفتم گل گرفت گل دور نشی آره تا دو میگیرم دوست دارم میخوام رجایی واسه گل کنم اینجوریه ابو رجب خودش جلو من لنگ میندازه این میخواد واسه ابو رجبی بازی کنه بذار من نگه داشتی از دست اینجوری بود معلوم بود اه بازی کن چند هیچی فعلا کسی امتیاز نگرفت 5 دست بردم ها گرفتی گل منو گل گرفتم دیگه آها گول معلوم گول بود اون دست خوشی سوره میشه تو راحت بازی کن اینه اونه اونجا اون میداره چند 5 این 3 3 فعلا که تو باید برسی اصلا داشتم چی کار کردم با این نمیشه اون کار کرد معلوم میشه با کدوم این اه اصلا کلا این فنه باید کوچیک‌تر باشه این در میاد مشخص یه فن دیگه بزن این فن اصلا کلا به درد نمیخوره این چی الان چه تاثیر داشته نه با این چیه
بیا دیدی تصمیم داشت 5 5 نقطه‌ای 11 تایی بود ولی میخوای 9 تایی 11 اصلا نه 11 میبازی و میگی بعد تعدادش بیشتر بشه کاملا دیدی نو آره دیدم چی رد رد شد. کردی چه غلطا بله گفتم رد کنم اوه رد کردی رد کردی اصلا حالت دستتون که رد کردی بازی کن به نظرتون کی بهتر بازی میکنه گفتم تو همیشه شک میکنم بازیکن رو میشه زد اینو بگم اینجا بدونم بابا واسه ما این کارا رو نکن نذار بگم اولش گرد دستی که پوچ بوده یادت میرفت ببردی راست میگم مثلا من اینجوری بازی میکردم بعد دوربین اصلا یادم گذاشتم رفته جلوش. آره خودم بودی داشتم می‌سپردم. با این دست منم با همون دست اصلا با یه دست دیگه دست اینجوری اصلا دقت نکردی بازم سوتی بزن چند دست نگرفتی من خسته شدم بازی کن حوصله‌ام سر رفتی باختی بازی کن فعلا 7 عقب 5 عقب شما افتادی عقب کردم 7 5 من جلو افتادم 7-5 تو جلویی بله بزن بازی 4 کن دست 5 3 بودیم اصلا مهم نیست هم که تو جلویی افته واسه ما بازی کن افتاد این رد نکردی ای میگیره رد نکردم ولی این دستو میزنم فو صداش نمیاد سه ساعت هم میتونم صداش میاد که پر میشه خالی دست دیگه تاپ رد ای وای 7 چند دست دقیقه اینجوری شد 7 6 تو تو ذاتی بشریت ببین جلو بده من بابا فرد اومدم پنجه میکشه اومدم رد کنم اشتباهی زدم روش با دستم برو بیا من فکرم داری نکنم نکرم یه بار دیگه دولت خمسه بده دست دیدی؟ یس نه حالت تو حس کردم دیدیم هم بزید دوربین نشون بده این که گل تو دیدم که دوربین اصلی من دوربین اوکی میخواستم بگم دوربین یس چند 8 6 6 من برو من رد میکردم اشتباه کردم اصلا اشتباه کردم رد نکردم این بستم گل. باشم دستم این گل خب سخت شدیم کنیم وای چند 8 9 8 8 8 داشت میرفت داشت دیدم خب خیلی این فنت مسئله سالم از این فنت هر سه کم اشتباهش میکنیم بزن بازی کن چون حالی فهم میکنیم yes نه چند 9 9 اصلا نگاه نمی‌کنی اصلا نگاه نکن تاثیر نداره نگاه بکنی هم تاثیر نداره نه نگاه نکن فشار میاری زیاد به خودت ای واسه ندادش میکرد اونجوری بازی نکن پایین بدم پایین بدم چند 9 9 8 9 9 8 آقا 9 من حلال خورم 9 8 9 دارم بهت میگم میخوای بخوری دوباره چیو؟ بده این دسته؟ بده یه تو میدم این دسته واسه واسه همین بده یس خیلی مسخره میخوره بازی همون میخونی؟ آره 9 بودیم آره خیلی ساده بریم 10 نه رو زمین میخواد بازی کنیم شاه گل اوه شاه گل میخواد؟ شاه گل یعنی چی هستن؟ یعنی اگه بگیری 3 تا من میرم پایین این میشه 9 7
میخوای؟ شاه کن. باشه. نگیرم که دیگه باختم دیگه. نگیری باختی. شاه کن. شاه کن. چیکار کنم؟ انتخاب کن. رو زمین گفتم میخوام باید بازی کنم که. بده من بابا. آخ گفتم اصلا دست دادم. کی بریم؟ کجا؟ بریم؟ آره دیگه تو باختی. 2 تا بازی رو باختی؟ 2 تا بازی من باختم. 2-1 تو بردی؟ آره. اشکال نداره. نوخامه یو؟ میخوام اینو. اونو که اصلا من میگیرم. نه. اصلا نمیشه. میمونه تو. مهمونه من. آقا ویدیوی نوخامه ای هم که میریم میخوریم. چشم. چشم. من باختم. من حساب میکنم. تو حساب من میکنم. حساب میکنم. 2 تا میخورم. 2 تا. 3 تا. 3 تا. ویدیوش هم اگه رفتی میذارم. اگه رفتی. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با هم همراه بودید. حتما ویدیو رو لایک و کامنت بذارید واسمون. سابسکرایب هم که یادتون نمیره. مرسی. ممنون. خیلی. خداحافظ. البته نونای روشو خوردم. بیشتر می‌ذاشتی اینجوری میشه. نه الان میخوای بذاری؟ یه جا بهتر دیگه. من خوب میکنم بیننده ها به حوث میکنم. بده.